من ماشین خریدم 2 ماه ماشین در پایان همون خانه ایستاده بود. برای چی شما سوال می‌کنید؟ برای اون که شما حجت نداشتید. نه، برای که من ماشین حجت داشتم، ماشین رو رانده نمیتوانستم. تصور کنید من ماشین رو رانده نمیتونستم و نمیدونستم که حتی چگونه ماشین باید ما با کار دراریم. حتی 3-4 ماه من نمیتونستم که بسیارم زد نمیگن که زد نی ماشین با خفا رانده نمیتونستم. واقعا میدونید این خوب است. برای اینکه انسان باید اصلا باید به خفا نرود، فقط به پیش برود. درست. برای همین شاید که شما این هم یک حکمت دارد واقعا. خب همین زنها هم به این نظر هستند که مردها ماشیناشون زیادتر دوست می‌دارن و شما همین گفتید که ماشین خیلی دوست می‌داشتید، حتی وقتی رانده نمیتونستید ماشین خریدید. چی سیر است اینجا واقعا؟ هم خیلی از مردها ماشیناشون از همسراشون زیادتر دوست می‌دارن. این دروغ است. این گپ گم یکم که من با خانه راه نمیدن، دوم که شاید زنده نمونه. ما همسرم زیادتر از همه چی دوست می‌دارم. خب والدینم سخت دوست می‌دارم. بعداً ماشین شاید که